سلام دوستان، من نیماستیکی هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که یه سری جدید به نام وان بلاک شروع کنیم و اگه از این سری خوشتون اومد دیگه حمایت کنید با لایک و کامنت و سابسکرایب، اینا رو بلدین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی تجربه ندارم از این مپ. از این مپ چی؟ از این مود. آره میشه بهش گفت مود. خب فعلا که داره چوب و اینا میده. آروم اینجا رو بزرگ کن. ولی هی بعد اینو بکنی هی بلاک جدید بهت میده. وای نزدیک بود زیرم بکنم. خوب کردی جان داداش، تو رو هوایی. برو ور داداش. اوکی برو ور. تو دست پایی ها نوکرتم. برو یکم اونورتر. اچس الان اینا به چه در خوبیه؟ حتی خوک هم نمیخوره. چهار تا دونه سیب به گدا داره میده انگار. ایول همینجور داره بلاک میده. چقدر چوب داداش. برو اونور. تو مخم بود یا اول فاز. خب یکی اینجا رو بزرگ کنیم. خفه شدیم. چست. اینم از چست ها. چوبا رو بزنم فعلا. اصل کاری همین چوباست. یه دونه آب. او مای گاد. ببین به خاطر اینکه گراولا فکر کنم گراولا میان پایین بشه زیرش آب گذاشت که گراولا نرن، چون به درد میخوره. حالا دیگه گراولی بیاد. گراول بیاد دیگه همینجوری میمونه. فیلم تم داد. صدا ماشین و موتور خیلی میومد. الان دیگه درست. وای ببین من ایمم یهو میچرخه خودش خودکار میخواد زیرمون بکنه. او مای گاد. یه دونه تورچ، یه دونه نهال. حال میکنین بازی به اون یک دونه نهال داده با یک دونه تورچ. چقدر سخاوتمند این مود. حال میکنین. به رفتیم فاز بعدی. کم چوبا رو بردارم ساخت و ساز کنم. درست کنیم همینجا. اوکی. خب من یه دونه تورم میسازم واسه خودم. بعد اسلب بسازیم برای بزرگ کردن، چون دیگه گل سخته نمیشه. بیا این ور بزرگ کنیم. 2 3 4. فعلا تا این 4 لایه بکشیم. وای بکن که چون چوبم زیاد نداریم. یه دونه درت هم میذاریم اینجا. یه دونه نهال. 2 دور دیگه اینجا رو کلوف کنیم، چون نهال درخت در میاد نیفته. چی دارم میگم؟ بریم بلاکمون بکنیم. اون برم بذار بزرگ کنم. بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد چند تا فاز داره وان بلاک کنم. بعد از این میره سنگی که مثل غاره دیگه، اورهای مختلف میده. وای بیلمو شکست. ببین اگه اشتباه نکنم گفته بود هر بار که بمیری به اون یه دونه بیل میده. ببینیم تست کنیم ببینیم میده بازی آیا. آره بیل میده. 2 تا هم چوب به اون میده اضافه. اوکی خوبه. چوب اون تمام شد. یه خودکشی میزنیم. و فقط گفتو 3 بار به اون بیل میده. یه بار که داد، این بار هم گرفتم 1 بار دیگه خواب بیل میده. سلام علیکم. درم اومد. درختمونم در اومد. الله اکبر. آی خب تموم شد. ببین داداش قبل از تو یه خوک دیگه بود که خیلی تو دست پا بود. حکایتش بد بود داداش. آره دیگه تو که دلت نمیخواد مثل خوک قبلیشی. دلت میخواد. من میخوام نگه دارم. یا اول فاز زیاد شدن. وقت شد این رو بزرگم. چه رو بزرگم. بیا نخواهی مثلا بخواهی مثلا یکی برای تو که فعلا جایی براتون درست میکنم. داداش اسم تو غلام، اسم تو هم قاسم. بیا داداش قاسم برو. خوکا خیلی سفتن داداش. برو یک کوچولو برو گام شو. برو بشین. وای خیلی رو مخم این خوکا. آروم ای قربونت قاسم داداش. اینم غلام. ما به کندنمون ادامه بدیم ببینیم چی مسیرمون میشه. واو یه چست. درخت‌های جدید به اون داره میده. من یه وسایل رو بذارم تو چست که نیفتم. دست و پوچولوکی هم خیلی. اوه به باغ وحش هم زدیم. همه حیوانات مختلف. داداش برو. قربونت. ما کندن رو ادامه بدیم. اسم اینو چی بذاریم بچه؟ فعلا بینام باشه که دیگه فکر کنیم در موردش اسمش چی باشه. بیلمونم شکست. چه بیلی میسازیم اشکال نداره. یه بالاخره باید خرج کنیم. نمیشه که همه چیز بازی با اون بده. خودمون باید خرج کنیم. بله اوه مرغ نیاز ندارم. شپلک نزدیک بود. اوی آروم نزدیک بود بیفتم. خیلی خوب. شبم که داره میشه و که داداش برو سمت غلام. که او غلامه. اسم این چی باشه؟ این زنشه. ای وای خاک تو سر. خجالت نمیکشی؟ اینم مجازاتت. به جایی که بری پیش شوهرت رفتی پیش این.
خیلی کارش زشت بود بچه نبود. یه چیز زیادی رو بزن تو چست. بزن اینجا یکم بزرگ کنی. اینو من نگاه کن تو حواس اینا. خب اینور بزرگ شد دولایه. اینورم بزرگ کنی که میخوام اینور درخت بکارم جا باشه قشنگ که چوبا اونم تمام شد خسته نباشه. همه چوبام رو این بازی اسکم کلاهبرداری کندن خود ادامه بدیم. اوه 2 تا بودن. داشت شرمنده و شما باید بمیری. گودبای. مرغ زیاد کاربردی نداره که چرا اینجور کردم. 193 تا بلاک کندم. چه خبره دیگه؟ آقا برو. آقا یالله. آقا یالله. ایوه رفت کناری. ای خدا 200 نزدیک 210 تا دارم میکنم. یه مرغ دیگه خدافظ. به 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 چقدر لوت آدم لذت میبره این باز لوتو میبینه نه. اونجایی که خیلی گوشادم از دستور استفاده کنم. آقا یه ادامه داره ما بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. شوه لغزش دنیا تو بی ارزشه شو هوا بارونه گل کله ها مداغونه دردت بجونم دای دردت بجونم. Oh my god چست فاز آخرم داد. یه دونه گرس بلاک و یه دونه نهال خوبه هرچی ناشکری کنی ولی نهال خوبه دیگه. گرس بلاک هم که اصلا عالی. به به خونم پاره شد. 283 تا بلاک کندم. بچه ها کنم بسته دیگه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده شده. اگر از این سری خوشتون اومد تو کامنت ها بگین و دیگه مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا دیگه حمایت کن. تا اینجا دیدی یزید دست خالی نرو سنگ شد. یه مرسی تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.